چی خیل آیا دختر ماشین دارد؟ آیا ماشین دختر چنین زیبا بودن میتواند؟ در رادیو همه برند میگن که زنی داملازیا یا اینکه زهرا بانو یا که من از این گینه بانو عذر میخواهم برای که شاید خیلی شرکت وجود نداشت پس باید چیکار کنی؟ پس باید این نباشد گپی من یک تا با کار نمیروی چی خیل فهمیدی؟ خوراکت هست پوشاکت هست با تو چی نمیرسد؟ برای تماشای مردها میروی؟ پهنه که دختر خریبت بوده اوی من مردم میگن که این دختری مست آوازد نه در من هر چیزی که خوب است او خر است هر چیزی که خوب است او خر است باز هم خر است باز هم خر مجیران عزیز نفرانی که حجت‌هایشان تمام شده است و میخواهند که گرانی سر گذشته باشند من به شما یک شرکتی با اعتماد و باورناک رو شرکتی بخر رو پیشنهاد میکنم حتما با اون مراجعت کنید و شما رو برده به جای لازمی باز پس میگردونم از نام من گپ زنید حتما اسکیت می شود شخصانی که بلیط خریداری میکردن با تمام دنیا یک شرکتی باورناک برای شما توصیه میتونم مو تراول این برادرمون در مسکو در چندین شهرهای دیگه فیلیالی اویاکاس افچک شدگی بلیط ها با تمام روی دنیا ای همه اویاکاس ها ارزانتر مرحمت زنگ بزن نرخشون یک بار سلام تماشاچیان عزیز سلام подписчикони канали Меҳроб Про инак бо фурсати муносиб дида ба дидор расид бо шумо ҳастам ман дар барнома Рустам Азими нашри дуюми барномаи мо ки барномаи мо унвон дорад Ситорарез Дурахшони Ортиқ ҳастанд ҳамоне ки тарҷумон актриса ва имрӯз ровии радиои имрӯз аст меҳмони барнома гаштам пеш аз ҳама тамошобинони азиз биёед меҳмони барномаро ба барномаи Ситорарез хушомадед мегӯем хушомадед سلامت باشید من اولا سلام میگم به کلی подписчикони شما رستم جان به هواداران برنامه های شما ما نیز خرسند شدیم که شما قدر کردن مهمانی برنامه Ситорарез گشتید سلامت باشید درخشانی عزیز فکر میکنم که شما صدای عاشق کننده دارید و با بعد ترجمه این قدر کینوهای ترکی صفی عاشق کنندتون هم زیاد هستن بیشتر با شما چی پیشنهاد میکنم باور کنید یک سوالی دادید که حیاتی است و نمیدونید چی پاسخ گویید بله خوب دیگر اونا که عاشق هستن درباره عشق برای من حرف میزنن من فکر میکنم که اون نفرا پوره عاشق من بوده نمیتونن اون نفرا عاشق فیلمن یعنی ببینید وقتی که فیلم ملازیا تمام جمهوری را فرا میگرفت همه دیدن میکردن همه زنها به زیا عاشق می شدن و مردها باشن به زهرا بله و من فکر میکنم که تا امروز حتی در رادیو هم میبرن میگن که زنی داملا زیا یا اینکه زهرا بانو یا که تا همسایه هایم عادت کردن اسم مرا یاد گرفتنش من میگفتن که اپای زهرا بانو اپای زهرا بهترین درخشانی عزیز سوالی دیگر چنین است شما این قدر فیلم ها رو با قول صدا دادید آواز دادید میانی این قدر فیلم های ترکی کدومش پاپولار نشدن کدوم هایش فیلم فریده اسمش حکمت زندگی بعد دامولازیا کالتاکیلاس بله غیر از این باز دختر دهاتی یکم مشهور شد بعدن فیلم قطع شد در تلاش ثروت بله نوریا فیلم نوریا اسمش بله هرگز رها نمیکنم این فیلم در کدام فیلمی که شما صدا دادید اون پاپولار نشد بله با گفتی گپا مشهور میشود مردم دوست میدارن و من نمیگم که فقط من اونجا هستن هنرمندهایی که مثلا واقعا اونا هم هوادار خودشون دارن تماشا میکنن مردم بهترین هر دو در نقش راوی رادیو هستیم тамошобин аз мо интизор аст ки кадомамон талаффузи зур дорем кадомамон суханҳои хуб дорем кадомамон барномаи ҷолиб дорем шурӯъ мекунем аз шумо ва баъдан ман мавзӯъ чи аст мавзӯъ бигзор олами ҳайвонот бошад маълумоти тоза шумо дар бораи хар диҳед ман низ маълумот медиҳам ҳамчун ровӣ кани кадомамон беҳтар фикр мекунам шумо мебаред на чунин бовар накунед шурӯъ мекунем бедавар шумо شما دانا هستید اول من چیزی که گویم بعدا هر چیزی که من گفتم شما میگید یا اینکه بعدا اعلام میکنید هم درباره دیگر حیوان میگید شرط چنین است اگر من درباره خر گویم
سلام و بازم سلام به کلی سامیان به آن نفران که تازه به برنامه ما پیوست شدند. دوستانی عزیز، موضوع امروزه ما موضوع بهترین است. موضوعی که بعضی از نفرها، بعضی از جوانها همین حالا دوست می‌دارند و زیاد این کلمه را در بین خودشان استفاده می‌برند. با گفت گپ‌ها این کلمه خیلی میان آنها مشهور است و هر کسی که این کلمه را استفاده کند او یعنی سخندان است. یعنی می‌دانید این حیوان کدام حیوان است؟ این حیوان نام دارد خر. و ببینید اگر یک دختر را در کوچه ببینن که بسیار زیبا باشد میگن پهنه کی دختر خریبت بوده. خوب اگر یگان بگویی که خوب خانه من چه خیلی است، اندام من، لباس من چه خیلی است، در حال جواب میگن که نیکی به خدا خری بده. خوب دوست عزیز، ببینید که خر اینقدر در زمان کمونی مشهور شده است که حتی هر چیزی که خوب است او خر است، هر چیزی که خوب است او خر است، باز هم خر است، باز هم خر است. من نمیدونم در تاریخ، در نوشتجات ها، در شعر و غزل ها شاعر اینقدر خر بیچاره رو، اینقدر بیچاره و کمبغل و نادار و اینقدر کنیز و فقیر و فقرا وصف میکردن. ولی ببینید با گذشت وقت چی شده است که خر اینقدر بالا شده است و حیوان‌هایی که اینقدر زیبا بودند آنها پست شدند. شما آیا فکر میکنید که امروز کپک رو یا که زیبایی بلبل و کپک رو کسی میگوید، درباره آنها کسی گپ میزند؟ نه، البته که همه خر و باز خر میگوید. اگر خواهید من ساعت ها گپ زدن میگیرم، اگر من نکنید باز گپ زدم. نه کفایه فکر میکنم که خیلی هم عالی بود که شما درباره جانور یعنی خر معلومات دادید. تشکر زیاد که شما بلد هستید. من نیز گپ زنم. بله. چی؟ خیرس. جوره خیرس. سلام دوستان عزیز، سلام همیشه شنونده عزیزی ما. اینک برنامه حیوانات رو پیشکش شما میگردانیم. مهمانی برنامه ما خیرس. خیرس رو باشد درازی گوشهایش 1 متر و چند سانتی متر، اما درازی دومش باشد 1 متر است. خر کلش باشد 2 سانتی متر است. خر زمستان رو خر گفتم که درباره خیرس در کجا دوم دارد، در کجا گوش دیوان. کدام خیرس دوم دارد و کدامش گوشی دراز دارد و خیرس های کوههای ما دوم دارند. خیرس های کوهش ما بخر مانندن. درازی دوم. در این بازی من بای دادم و میگذاریم به قسمتی دیگری برنامه. درخشان روز به روز شکفته ایستاده اید. مبادا عاشق نشده باشید. خوش بگوید کیست آن نفر که شما اینقدر هم توانسته است که زیباتر شما فکر میکنید که برای من کیم کدام مرد پول میدهد و من از حساب اون زیبا میشم؟ زیبایی شما رو میبینم گویا که منیژه دولت رو برای من شکست منیژه دولت رو برای من کشانه چی بگم شهزاده بانو آفریدن. سلامت باشه. سالن شهزاده بانو دستش درد نکنه. بهترین سالونی که این حال درخشانی ما رو زیبا و جوانتر و خوشگل‌تر کردن این کاشانه حسنی شهزاده باشه. یعنی شما عاشق نشده؟ میدونید درباره عشق چی بگویم؟ یا شاید هنوز عشق رو نمیدونم که چیست، یا هنوز عاشق نشدم، یا که نمیدونم که عشقش چیست. شروع میکنیم و من فکر میکنم که درخشان در این شرط هم بای نمیدهد. مرحمت. یک پارچه از همون فیلم هایی که شما الان آواز دادید در یادتان مونده باشه. لالا قهرمانی من دختری سرخوش، همون زمانی که من آواز دادم لالا سرخوش بود و این برای من یک کجگشتی نو در دوبلیاژ بود. دختری مست مایزاده رو آواز دادم. لالا میگوید که دختر، میگفتید که معاشی دختر چند است؟ چی خیل؟ آیا دختر ماشین دارد؟ آیا ماشین دختر چنین زیبا بودن میتواند؟
نه ایستو من گرم شدم تگمم رو میکشایم تگمش رو میکشاید و بچه که خوش رو من میخوام با بالای ماشین برایم بالای ماشین میبراید بعد میگد هی استانبول من تو رو دوست میدارم بچه که چقدر خوش میکنند ای جوان زیبا تو همه توانی بروی خب چه بگم با یک کیفیت وقتی که من فیلم های آنها رو میبینم و بازی هنرمندها را آزادیشونه حیران میشم که این آزادی قهرشان نهایت هنرمندای ما را این آزادی درمان نیست این آزادی درمان نیست وقتی که انسان هنر پیشه میشود آزادی سینمایی باید کلاً از همه چیز آزاد باشه مردم درباره تو چی میگویند تو چی را باز این وظیفه جان و جانت است هیچگاه من با مست را آواز دادن این معنی اون ندارد که من سرخوشم یا که من در سرخوش اوی من مردم بعدی سرخوش بازی کردنم چی میگویند اوی من مردم میگویند که این دختری مست آواز داد نه در من چونین نیست زنی که دیوانه رو بازی میکند اکتریسه هنر پیشه چنانم ناخنای آرا و تارا داده شده دارد چنانم دراز منیکیورهای خوشرو دارد لب‌های بوتکس دستانش در دیوار میموند منیکیور و پدیکور کردگی همه جا کراسکه های خوشرو میگوی که نه و سلام برام هست بعد منم خوب تماشا کردم و به کارگردان سوال دادم گفتم که در سالهای جنگ وقتی که در بیرون ناتینجی است ناآرامی است در بیرون دو کودک برای نان می جنگن چه شد که دیوانه هایی که شما در فیلمتان جای داده دستاشون منیکیور کردگی اینه چه فهمیم این چه خیر که دیوانه عقلش به چیزهای دیگر نمیرسیده است لیکن به لکی نخونش میرسیده است چه دیوانه میتواند که نخونش رنگ کند وقتی که مغازین کار نمیکرد مغازه ها کار نمیکرد نان نبود وقتی که لباس نبود وقتی که مکتب نبود ناتینجی و آرامی بود خیلی منیکیور از کجا به ناخن این دیوانه پیدا شد برای همین احترام نمیکنم با اون خاطر که چیزهای جزئی را در فیلم های ما اعتبار به اعتبار نمیگیرن یعنی من اگر در زمان عصر 19 گپ زنم کارگردان ما من این آبی چشمه را میورد و میمونم این علاقه نادرست از دوستای عزیز در عصر 19 هیچ کدام یک بکلشکه و این خیلی آب و این خیلی شرکت وجود نداشت پس باید چیکار کنی پس باید این نباشد پس باید من این در کادرتون نباشد تلفن نبود باید نباشد دولتی که شما دوست می‌دارید دولتی که من دوست می‌دارم من هیچ کدام دولت را به جز دولت خودم دوست نمی‌دارم من در زیاده دولت ها بودم 6 دولت دنیا در 21 سالگی ملکه من 6 دولت دنیا را از حساب پدرم به کجاها زیاده جایها مالایزیا قزاقستان هندوستان ازبکستان و چند دولت دیگر بله بودم سفر کردم با مبلغ گذاری مخصوصا خود پدرم با مبلغ گذاری یگان کسی دیگر نیست. سلام عزیزانی من خصوصا زنان بانوانی عزیز با شما یک پیشنهاد دارم باوری دارم پسند می آید من همه شما رو به کمپانی اتمی یعنی корейські کمپانی به کار دعوت می کنم کار در اینجا به نهایت آسان است بالهای شما تماما نمی سوزد پیش حرکت می کنید و خلاص شما در اینجا خرید و فروش کرده نمی گردید شما در یک سال تنها 3 مرتبه مالهای شرکت ما رو خرید می کنید و خلاص پول بسیار از خود نمی کنید بلکه پول کلان کار می کنید معاش شما در بین 3 ماه به 100,000 هفته می رسد بی‌طرف نباشید چقدر بر وقتتر کار دارید همون قدر به فایده شماست برای معلوماتی پورا با واتساپ من نویسید همش رو پورا میفهمونم رقم ها در روی اکران صدای بسیار هم شیره‌دار داره من فکر میکنم که اگر در برنامه ما یک لحظه سرود نخونید زیق میشه سرود خونم بله چون شما
روی هستید باید روی همکارا باشن. چه خیلی که من همکارا فکر میکنم شما نیست شما هم همکاره. سرود خوانده؟ نه من علاقه این پنجم سرودی که من مثلا در رکلامه ها در رولیک های ترغیباتی زیاد سرود میخوانم میخوانم نه زیاد سرود خواندم ولیکن سرودی که چی میشود که از دل خواه سراننده سرود صدای شما رو مهم رو شنویم. خب من از این گینبانو عذر میخواهم برای که شاید کجایش اشتباه میخورم. من آوازخوان نیستم. به هر حال در فیلم که جای دادیم به همین خاطر من میسرم. یکم این سرود برای من وزنین است. من میدونم این مخصوصا برای خود این نگینه نوشته شده است. یک نظر سیر و تماشا شهری خوجندم بیا دیدنی عینی و زرافشانی دل بندم بیا یک نظر سیر و تماشا شهری خوجندم بیا دیدنی عینی و زرافشانی دل بندم بیا پنجکن من دیاری شاعرانی نامدار بر گلستانی همیشه سبز و گل رنگم بیا بر گلستانی همیشه سبز و گل رنگم بیا. احسن تشکر میگویم برای یک صدای دلنشین. سراننده میشید خوبتر بود. و میگذاریم به شرط دیگری برنامه ترانه غم سرایه. هر دو یکتاگی از درد دل مردم ترانه میسره. گه تو قهر منو گه تو با من آشتی گه مرا تو زنده کرده و گه تو کشتی گه به بوسه بر لبم هزار لاله کشتی گه مرا تو از بهشت عشق خود بهشتی مرا نه با تو گله و مرا نه با تو هیچ خشم که من محبت تو را چشیدم به آب چشم به آب چشم شب سیاه موی من سفید شد از برای تو ببین چی خوش بها بدادم به عشق بی بهای تو بی بهای تو. من دست بالا میکنم با مهارت درخشان و شرط آخرین نیما این نقش آفری است. هر دو نقش میبازیم. من در رول شوهری گنده و جاهل، شما در رول همسری کارگر و یک صبح میخیزید و به کار رفتنی میشوید اما شوهر جاهلتون شما رو نمیگذارد. اون وقت باید مردم سخن شما رو شنوند که در جواب چی میگوید. از همین ساعت دیگر کار پار نیست. گپی من یک تا با کار نمیروی. چی خیل فهمیدی؟ خوراکت هست، پوشاکت هست، با تو چی نمیرسد؟ برای تماشای مردها میروی؟ ها من تیا فهمیدم. یگان جا نمیروی. در انمی خانه زندان شده پوسیده میروی. مهرش مردک جان خوب شده است. چیزی که شما گوید همان میشود. یعنی شما با کار نمیروید امروز؟ نمیروم. بهترین مزه کرده خانه بمیشینم. همیتا زنه کی دارد؟ بالای نمی راحت کرسی به مزه کرده پاچکم بالای این پاچکم بمونده یک ساعتی کسی میچ که خورد مزه کرده میشینم. یعنی تازه خودنمایی نمیروی ها؟ نه من نمیخوام کار رفتم. این خیلی زنهای جاسوس به مردها لازم هستند که دلش رو یا بدو نشکند و هر دم او رو بداد نمیارد. احسن میگیم به درخشان که از بحر کار میگذرد و سخن شوهر رو به زمین نمیاد. هر کسی شما رو میگیرد خوشبخت میشود. خوشبخت میشود واقعا. تشکر درخشانی عزیز که برای ما فرصت جدا کردید، وقت جدا کردید، مهمانی برنامه ما شدید. ناگفته نماند که صحبت ما در طول میبلیستون لایک برگزار گردید و درخشانی عزیز رو باری دیگر به اینجا خوش اومدید میگیم. چی گفتن میخواید؟ سلامت باشید دوستای عزیز. تشکر میگم که دقت کردید، ذهن دادید و ما را تماشا کردید. اگر یگان سهو و خطایی باشد با از شما عذر میپرسم، ببخشید. زنده و سلامت باشید. تو برنامه ببینیم بعد. خیر.